روندها کی و کجا تموم میشن و از کجا بفهمیم روند ایجاد شده میخواد تغییر ساختار بده؟ اینجا ما دو حالت پیشفرض رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که در حالت اول قیمت بعد از تشکیل کف و سقف‌های متوالی پایین‌تر از هم، قیمت هنوز با آخرین سقف ایجاد شده فاصله زیادی نداره و با شکست این سقف قیمت یک هشدار تغییر روند رو برای ما صادر میکنه. دقت کنید، هشدار نه تایید. برای تایید تغییر روند باید منتظر ایجاد یک کف و سقف بالاتر از هم بمونیم. برعکس این مورد برای روند صعودی هم صادق است. حالا در حالت دوم قیمت بعد از ایجاد کف و سقف‌های متوالی پایین‌تر از هم، قیمت با آخرین سقف ایجاد شده فاصله زیادی داره. حالا اینجا قیمت با ایجاد یک کف و سقف بالاتر از هم هشدار اولیه تغییر روند رو برای من صادر میکنه. برای تایید تغییر روند هم قیمت باید بیاد آخرین سقف ایجاد شده رو برای من بشکنه تا تاییدیه تغییر روند برای من صادر بشه. حالا برعکس این مورد برای روند صعودی هم صادق هست. حالا ریسک پذیرها میتونن هشدارها رو برای خودشون مبنا قرار بدن. ریسک و ریزها هم که تکلیف مشخصه و باید منتظر ایجاد تاییدیه بمونن.